بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از تشریف آوریتان. من میخوایم سکوره 5 ریژن برای شما اول به خوانش بگیرم، بعد از او با سر اساسش که به کدام اساس انتخاب شده بازیکنان و کدام بازیکن است و به کدام ترتیب تیم‌ها جور شده. تیم اسپینغر: محمد اکرم، زبید اکبری، رحمت شاه، درویش رسولی، بهیر شاه، اجاز احمد زی، اکرام علی خیل، نوررحمان رحمانی، راشد خان کپتان، اسمت عالم، ظاهر خان پکتین، زیت الله شاهین، فرید ملک، محمد ابراهیم، فریدون داودزی، فهیم قاسمی، اجاز الحق نورزی. تیم مساینک: ریاض حسن، وفید ترخیل، خالد تنیوال، ناصر جمال، ایمل شاهین، سهیل خان زرمتی، افسر زازه، رحمان الله گربز، محمد نبی ساخیل، فرمان صافی، مجیب رحمان، خلیل گربز، نصرت نورستانی، زیا شریفی، بلال سمی، دولت زدران و خالد احمدزی. کپتان: رحمان الله گربز. بندامیر صدیق اتل، حشمت الله شایدی که خودش کپتان تیم است، آرون خان، صدیق الله پاچا، رحمان الله زدران، عزیز الله میاخیل، رحمان زرمتی، محمد صابر حنیف، گلبودین نایب، ننگیال خروٹ، علا محمد، اظهار نوید، سمی سرمست، سلیم صافی، خلیل احمد، بارگزی ناصری و سید شیرزاد. تیم آمو: عبدالمالک، عمران میر، حسن ساخیل، شاهد الله کمال، کرامت الله، شوکت زمان، اسحاق رحیمی، یوسف شاه، عظمت عمرزی که کپتان تیم است، محمد یونس زدران، قیس احمد، عظیم زدران، فضل حق فاروقی، یمین احمدزی، عبدالله احمدزی، فیصل شینوزاده و محمد نبی میاخیل. تیم بوست: ابراهیم زدران که کپتان تیم است، حضرت الله زازی، جاوید احمدزی، اکبر موسازی، نجیب الله زدران، محمد آصف موسازی، نومان شاه، آجی مراد مرادی، شمس کاروخیل، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عرب گل، نجات مسعود، سید خان، بشیر احمد، عبدالله ترخیل و روح الله عرب. باید یادآور شد که با 5 اساسی تیم‌ها جور شده: سنترال کانترکت، دومستیک واید بال کانترکت، 18 پلیرز، پرفارمرهای نشنل تی 20 و در آخر هم بازیکنایی که در کمپ بودند. البته در کمپ نشنل تیم که به خاطر تست میچ که آمادگی بود، چون در این زمان نشنل تی 20 و کیم یک برقرار شد، از او خاطر 3 بازیکنی هم است که پس نامه‌هایشان براتان میگیرم که هم مستقیم کوالیفای کردن. و باید یادآور شد که نیو کمر یا کسایی که اول بارشان از دشپگی زرا پیدا کردین عبارت از عزیز الله میاخیل، رحمان زرمتی، محمد صابر حنیف، بارگزی ناصری، کرامت الله، محمد نبی میاخیل، سید خان، روح الله عرب، نصرت نورستانی، زیت الله شاهین، فهیم قاسمی و اجاز الحق نورزی. این 12 بازیکنی هست که با بار اول در مسابقه اشپگیز را پیدا کرده.